در اینجا خیلی جملات عمیقی وجود داره. یکی اولا آلودگی های محیط چه چیزاییه؟ وقتی من پاک و پاکیزه به دنیا و بعد تبدیل به این موجود میشه که اینقدر پول جمع میکنن روی هم دیگه و این بنده خدا از فرق اینقدر نون نداره بخوره که دماغش نصفش میره خوره میخوره، این واقعا وخامت عجیبیه. این آلودگی محیط چیه که من به این صورت در میاره که خداوند فطرت من پاک آفریده ولی جامعه از من یک محیط آلوده میسازه. بعد صحبت از مسخ میکنه، میگه که اینها وجودشون به کلی مسخ میشه. انسانی که از فطرت دور میشه وجودش مسخ میشه. ما باید پاسخ این موضوعات رو پیدا کنیم. اینها اصول و اساس خودشناسی، شناخت خود میدونید که تا چقدر اهمیت داره. ما اگر خودمون رو نشناسیم هیچ چیز رو نشناسیم، کور حرکت میکنیم در زندگی. پس مهمترین چیزی که باید بشناسیم خودمونه. ببینید شناخت خود تا چقدر اهمیت داره که پیامبر اسلام می‌فرماید اول خودت رو بشناس تا خدا رو بشناسی. اول دوم به کار نمیبره. میگه ابتدا باید خودت رو بشناسی، همزمان با شناخت خدا رو هم میشناسی و تا زمانی که خود نفس وجود داره محال ما بتونیم خدا رو بشناسیم یا انسانهای دیگر رو بشناسیم. پس بسیار لازمه که خودمون رو بشناسیم. ما وقتی که قرآن می‌فرماید اینها پاک و پاکیزه به دنیا می‌آیند و بعد آلوده می‌شوند، اولین سوالی که باید مطرح کنیم اینه که این آلودگی از چه طریقی بر ما وارد میشه؟ این سوال بسیار مهمیه. من بوده از دار تولد بعد آلوده میشم، به وسیله آلوده میشم، البته از طریق جامعه عامل آلوده کننده جامعه است، ولی من از چه طریق آلوده میشم؟ کجا آلوده میشه؟ دستم آلوده میشه، ذهنم آلوده میشه، حواسم آلوده میشه، چی آلوده میشه؟ برای پاسخ دادن به این سوال باید ببینیم انسان هنگام تولد با چه کیفیت‌های وجودی به دنیا میاد. یک کیفیت وجودی انسان اون چیزی که بهش میگیم بعد جسمی، جسم، سر و دست و گردن و پا و تن. بدون تردید ما از طریق جسم آلوده نمیشیم. یعنی اینکه آلودگی ها یک چیزی که بر هسته ما اضافه شده، حالا که در بعد جسمی چیزی بر ما اضافه نمیشه. دست من همونی که در کودکی بوده منتها بزرگتر شده، سر من همونی که در کودکی بوده بزرگتر شده. ولی وقتی ما صحبت از اضافه شدن میکنیم یعنی چیزی که قبلا وجود نداشته بعدا ایجاد شده. پس از بعد جسمی ما آلوده نمیشیم، برای اینکه چیزی بر ما افزوده نمیشه. دست من، سر من، پای من آنچه بوده آنچنان‌تر میشه، بزرگتر میشه. بعد وجودی دیگر انسان معنویته. اون چیزیه که مثلا بچه انسان رو از بچه مثلا فرض و کبوتر متمایز میکنه، نه تنها از نظر جسمی، از نظر روانی. من مثلا بچه 3 ماهه، بچه 2 ماهه دیدم که تو خواب میخنده. چند وقت پیش تلویزیون نشون داد عکس من از روزنامه کمتر که توی کتاب چاپ کنم، من دیدم بچه 3 ماهه تو خواب میخنده ولی بچه گربه نمیخنده. ما به مجموعه این حالات که موجود آدمی رو متمایز میکنه از موجودات دیگر، نه در بعد جسمی، در بعد معنوی میگیم معنویات انسان. خب آیا انسان از طریق معنویت آلوده میشه؟ بدون تردید نه. برای ما معتقدیم در قرآن کریم آمده که معنویت انسان، فطرت انسان فطرت اللهه، فطرت من فطرت الهیه و فطرت الهی پاکه و غیر قابل آلوده شدن معنویت اصیل من، یعنی فطرت من محال آلوده بشه، برای اینکه فطرت الهیه و اصولا اون چیزهایی که بر انسان اضافه میشه و عارضه های انسان رو تشکیل میده، عوارض رو تشکیل میده، اونها سنخیتی با حالات فطری ندارن. اونهایی که بر انسان عارض میشه، مثلا من به شما میگم تو آدم بی‌عرضه‌ای هستی، این رو شما به عنوان یک صفت خودتون میپذیرید. این صفت نمیتونه فطری باشه، اعتباریه،
قراردادیه. حالا که فطرت من فطرت الهیه، قراردادی نیست، مثلا غیر قابل توصیفه، همون گونه که عشق که در فطرت انسانه غیر قابل توصیفه. پس به معنویت فطری و اصیل انسان هم، یعنی از طریق معنویت هم چیزی بر انسان افزوده نمیشه، برای اینکه معنویت از یک سرخه، از یک ماهیت، یک کیفیت داره که کیفیت الهیه و اعتباریات اجتماعی، مثلا تو بی‌عرضه‌ای، تو ثروتمندی، تو خسیسی، اینها اعتباریه و اینها نمیتونه با هم جمع بشن. بعد دیگر هستی انسان حواس، حس انسان، مثل شنوایی، مثل بویایی، مثل دیدن، مثل غیره، مثل ذائقه و غیره. آیا اون اضافاتی که بعداً بر ما عارض میشه و ما رو مسخ میکنه و آلوده میکنه از طریق حواسه؟ بدون تردید نه. من یک حرفی رو میشنوم، این میشنوم و میگذره، این جمع نمیشه در وجود من. یک چیز رو میبینم، دیدن به چه معنا میتونه در من یک عارضه یا یک بیماری ایجاد کنه، در من پلیدی ایجاد کنه؟ پس از طریق حواس هم ما آلوده نمیشیم. بعد دیگر وجود ما خیلی بعد دیگر وجود ما مغز. البته مغز رو نباید از بعد جسمی جدا کرد، ولی به دلیل اهمیتی که داره من جدا نمی کنم، فقط به عنوان یک پدیده مستقل در بارش صحبت می کنم. آیا اون چیزی که ما برامون عارض میشه خوب به صورت مثلی توجه داشته باشید که قرآن می‌فرماید اینها هنگام تولد پاک به دنیا می آیند. مولوی هم میگه که